دارها أيا دارها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، كتاب الوضوء، باب ما جاء في الوضوء، وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كتاب الوضوء كتاب أصدر بيان أحكامك متعلق بوضوء مشا. أي كتاب إمام بخاري رحمة الله عليه أحاديث را ذكر میکنه که متعلق و مربوط به وضوء میشه. امام بخاری رحمة الله عليه کتاب خود به مسئله وحی شروع کرد، به خاطر که وحی وسیله شناخت تمام دین است، چی ایمانیات است و چی عبادات است و چی معاملات است. این همه توسط وحی شناخته میشه. باز مسئله ایمان ذکر کرد به خاطر که ایمان شرط است به خاطر صحت تمام اعمال. باز کتاب العلم به خاطر که هیچ عمل بدون علم پیش الله تعالی قابل قبول نیست. عمل وقتی پیش الله قابل قبول است که در روشنی علم باشه. بعد از این امام بخاری رحمت الله علیه عبادات شروع میکنه، نماز و زکات و روزه و حج. بعد از معاملات ذکر میکنه، مثلا بیع، مزاربت و غیره. باز حدود و قصاص و را ذکر میکنه، و ختم کتاب خود به کتاب التوحید میکنه. و در عبادات از همه اولتر مسئله نماز ذکر میشه، به خاطر که نماز و نمی عملی هست که در روز قیامت اولین عملی که مورد بازپرس قرار میگیرد پیش الله تعالی نماز است. اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. اولین عملی که در روز قیامت به همراه بنده محاسبه صورت میگیره نماز است. و به خاطر نماز چون طهارت شرط است، بدون طهارت نماز صحت پیدا نمیکنه. از این خاطر قبل از مسائل نماز مسائلی که متعلق به وضو را ذکر میکنه. باب ما جاء في الوضوء، باب است در بیان آنچه که آمده در مورد وضو. یکی وضو هست، یکی وضو هست. وضو به ضمه واو به معنای انجام دادن فعل وضو، و وضو به فتحه واو عبارت است از آن چیزی که به توسط وضو میشه. ما یتوضأ به، آنچه که توسط وضو گرفته میشه که آب است، او را وضو میگن. یکی طهور است، یکی طهور است. طهور یعنی پاک کردن خود پاک کردن، و طهور ما یتطهر به، آنچه که توسط وضو انسان خود پاک میکنه. باب ما جاء في الوضوء، باب است در مورد آنچه که آمده در مورد وضو. قبل از همه امام بخاری رحمت الله علیه در مبحث وضو آیت ذکر میکنه، آیتی که به فرضیت وضو و به کیفیت وضو دو اشاره شده که الله عز وجل میفرماید: اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم یا ایها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ای کسانی که ایمان آوردین، اذا قمتم الى الصلاة، هنگامی که شما میخیزین به نماز، به اراده نماز، فاغسلوا وجوهكم، پس شما بشوین روی هایتان، و ایدیکم، و دستهایتان الى المرافق، تبع ارنجها، وامسحوا برؤوسكم، و مسح بکنین شما به سرهایتان، و ارجلکم، و بشوین پاهایتان الى الكعبین، تبع رجلکها. دیجا الله عز وجل با شستن سی عضو و با مسح کردن سر الله امر میکنه، و امر به خاطر وجوب فرضیت است. امر وجوب فرضیت افاده میکنه تا که قرینه صارفه نباشه.
اصل تقاضای امر وجوب و فرضیت است، یعنی به خاطر صحت نماز وضو گرفتن شرط است. لیکن وقتی فرض میشه که انسان وضو نداشته باشه، اذا قمتم الى الصلاه وانتم محدثون، هنگامی که شما میخیزین به اراده نماز و انتم محدثون، در حالی که شما به وضو باشین، باز انجام دادن عملیه وضو فرض است. اگر انسان وضو داشته باشه به نیت نماز میخیزه، باز تجدید وضو سرش فرض نیست. بهتر است که انسان به خاطر هر وقت مستقل وضو بگیره، اما به خاطر هر نماز مستقل وضو گرفتن ای فرض نیست، به خاطر که در حدیث ای قید ذکر شده: لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا. الله عز وجل قبول نمیکنه نماز یکی از شما را اذا احدث، هنگامی که به وضو میشه، حتی یتوضا، تا که وضو بگیره. یعنی اینجا به خاطر صحت، به خاطر شرط بودن وضو به نماز این قید است که انسان به وضو باشه. اگر انسان به وضو نباشه، باز وضو گرفتن به خاطر نماز باز شرط نیست. تجدید وضو انسان میتونه که با وضو قبلی خود نماز خود بخونه. و دی آیت اشاره است به این که چیزی که در آیت ذکر شده از جمله فرایض وضو است. شستن روی، در شستن روی باز مزمزه هم داخل میشه، استنشاق هم داخل میشه. مزمزه و استنشاق به خاطر که وجه کل ما تحصل به المواجهه، هر آن چیزی که توسط ازو مواجهه حاصل میشه، که انسان به توسط ازو با کسی مواجه میشه، بنا در وجه شستن دهان یعنی مزمزه و استنشاق هم داخل میشه. و دیگه حدیث هم به دلیل است که استنشاق و مزمزه در وضو دا این چیز است، واجب است، به خاطر که پیغمبر اسلام امر کرده: اذا توضأت فمضمض، زمانی که وضو میگیری فمضمض، مزمزه بکن. مزمزه معنی آب در دهان خود انداختن و او را شور دادن و پس او را کشیدن، این را مزمزه میگه. و در مورد استنشاق هم امر شده که بالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما، در استنشاق خوب مبالغه بکن، خوب آب کش کو، مگر در صورتی که روزه باشی. و امر به خاطر وجوب است، وجوب افاده میکنه. و همچنان از اذا قمتم الى الصلاه، هنگامی که شما میخیزین به نماز، به اراده نماز، این فرضیت نیت افاده میکنه که نیتم به خاطر صحت وضو فرض است. ما شما قبلا گفته بودیم که حدیث انما الاعمال بالنیات شامل تمام اعمال میشه، هیچ عمل بدون نیت صحت پیدا نمیکنه. اذا قمتم الى الصلاه، هنگامی که شما میخیزین به اراده نماز، پس شما وضو بگیرین. پس نیت گرفتن، نیت کردن به خاطر وضو هم فرض است. البته ایرم واضح کرده بودیم که نیت عبارت است از اراده قلب، یک عمل به خاطر کسب رضای الله و به خاطر صحت یک عمل اراده کردن، ایرا نیت گفته میشه. و به زبان تلفظ کردن به نیت نه در نماز است و نه در وضو هست، نه در کدام عمل دیگه است، بلکه نیت تلفظ کردن به نیت ایرا علما بدعت گفته. و ایدیکم الى المرافق، و بشوین شما دستهایتان تا به آرنجها. و خود آرنجها ای هم در وضو داخل است که خود آرنج باید شسته شود. اگر کسی خود آرنج دست خود نشویه وضوش نمیشه. وامسحوا برؤوسکم، و مسح بکنین شما بسرهایتان. وامسحوا برؤوسکم، از ظاهر آیت معلوم میشه که تمام سر خود مسح کردن فرض است. اگر کسی به قسمت از سر خود مسح بکنه وضویش صحت پیدا نمیکنه. گرچه بعض علما، امام شافعی رحمت الله علیه گفته که اگر کسی ادنا ما یطلق علیه المسح، یعنی هر آن چیزی که به او اطلاق مسح میشه، اگرچه یک کلک خود به سر خود بمانه هم ایرا مسح گفته میتونیم، لیکن درست نیست. از ظاهر آیت و از عمل کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت میشه که مسح کردن تمام سر د وضو فرض است. پیغمبر اسلام وقتی که مسح میکرد
تمام سر خود مسح میکرد. حدیث عبدالله بن زید رضی الله عنه میآید فاقبل بهما و ادبر. رسول الله صلی الله علیه و وقتی که سر خود مسح میکرد اول از پیشروی به پشت سر دستهای خود میبرد و بعض از پشت سر به پیشروی دستهای خود میآورد، مکمل سر خود مسح میکرد. و در مسح سر مسح گوش هم داخل است، به خاطر که در حدیث آمده الاذنان من الراس، گوش ها از سر است، یعنی گوش ها حکمش حکم سر است. از این خاطر است که وقتی که ما گوش های خود مسح میکنیم با کلک سبابه سوراخ های گوش های خود مسح میکنیم و با کلک ابهامه ظاهر گوش خود مسح میکنیم و با نمی آبی که به خاطر سر او را میگیریم سر خود مسح میکنیم، با نمی آب گوش های خودم باید مسح بکنیم، به خاطر گوش ها مستقل آب گرفته نمیشه، به خاطر که الاذنان من الراس، گوش ها جزء سر است و نمی حکمی که سر داشت و نمی حکم گوش هم داره. و بعض در وضوع چی نیست، مثل که بعضی مردم گردن خود مسح میکنه. مسح کردن گردن از جمله بدعت هایی است که در حدیث ثابت نیست، رسول الله را نکرده. و ارجلکم الى الكعبین، و بشوین شما پاهایتان الى الكعبین تا بجلکها. در ارجلکم دو قرائت است، یکی و ارجلکم و یکی و ارجلکم، دو قرائت است و هر دو قرائت متواتر است و دو قرائت در حقیقت به منزله دو آیت می باشه. وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الكعبین، هر قرائت یک حکم مستقل افاده میکنه. از قرائت ارجلکم معلوم میشه که وظیفه پاها شستن است، مثل روی و دستها واری پاها هم باید شسته شود. فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم و ارجلکم الى الكعبین، این ارجلکم عطف است به وجوهکم و ایدیکم، مثل که رویها و دستها شسته میشه پاها هم باید شسته شود. البته ای که پاها پسندتر ذکر شده، از علماء استدلال میکنه به فرضیت ترتیب در وضو، که در وضو ترتیب فرض است، به خاطر که الله عزوجل یک چیزی ممسوح را در بین مغسولات ذکر کرده. اینجا ما چهار عضو داریم، سه عضو مغسولات است، وجه، دستها، پاها، یا جمله مغسولات است. یکی سر است که ممسوح است، الله عزوجل ممسوح در بین مغسولات ذکر کرده. مغسولات در یک ردیف ذکر نکرده، نگفته که فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و ارجلکم الى الكعبین وامسحوا برؤوسکم، ایتو نگفته، بلکه پاها را پسندتر ذکر کرده. در این اشاره هست به ای که در وضو ترتیب فرض است. اگر کسی پس و پیش اینمی اندامها را بشویه وضوی صحت پیدا نمیکنه، در وضو ترتیب فرض است. و قرائت دیگه و ارجلکم است، وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم. ارجلکم اگر شوه ایرا علماء چند توجیه میکنه. یکی خو اینمی جرا علماء میگه که جر جوار ایرا گفته میشه. اصل ارجلکم بود، چون ارجلکم در مجاورت رؤوسکم واقع شده، در مجاورت رؤوسکم واقع شده، به خاطر مجاورت رؤوسکم ارجلکم مجرور شده، اگر اصلا منصوب بود ارجلکم بود. یا در ارجلکم اشاره است به ما پیشتر گفتیم که به منزله قرائت آیت مستقل است. رسول الله صلی الله علیه و سلم به عمل خود این قرائت تفسیر کرده که رسول الله به پاهای خود وقت مسح کرده که پاهایش پت بود، یعنی یا موزه می داشت یا جراب می داشت. در اون صورت رسول الله صلی الله علیه و سلم به پاهای خود مسح کرده. یعنی پاها دو صورت داره، یکی در صورتی که پاها برهنه باشه، در اون صورت عمل کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم به بود که پاهای خود میشست و به امر میکرده. حتی به اونمی صحابه که وضو میگرفتن و قسمتی از پاهایشان خشک مانده بود، با اونها به صدای بلند خود گفت که ویل للعقاب من النار، هلاکت است برای کوریهای پایی که
د وضو خشک میمانه از آتش جهنم و نمی کوری های پای که د وضو خشک میمانه با آتش جهنم بسوزه. این از این معلوم میشه که اگر پاها برهنه باشه حتما باید شسته شوه. اگر حتی قسمت از پای انسان خشک بمانه وضوش نمیشه. در یک حدیث دیگه می حدیث عمر بن خطاب است و روایت میکنه که یک کسی را رسول الله دید که وضو گرفته بود و در پایش یک قسمت به اندازه ناخن خشک مانده بود. پیغمبر اسلام برش امر کرد که یا فلان برو فاسبغ الوضوء، وضوء خود کامل بگی، به طور کامل وضو بگی. با او امر کرد که وضوء خود اعاده بکنه. از او حدیث دو مسئله استنباط میشه که خو این مسئله استنباط میشه که اگر پای انسان برهنه باشه پت نباشه حتما باید که شسته شود. اگر حتی یک قسمت بسیار کم از پای انسان خشک بمانه وضو نمیشه. و دیگه حدیث مسئله از حدیث استنباط میشه که در وضو موالات فرض است. موالات معنی پای در پای اندامهای خود شستن. ایتو نکنه آدم که روی خود بشویه باز انتظار بکنه تا که رویش خشک شوه باز دست خود بشویه. باز انتظار میکنه وقتی که دستش خشک شد باز سر خود مسح میکنه. اگر به طور پای در پای وضو کسی نکنه در مابین وقفه بکنه وضو نمیشه. از این خاطر اگر کسی وضو میگیره قسمتی از پایش یا مثلا از دستش خشک میمانه پس آن متوجه میشه که ما خو پای خود نشستیم مثلا یا دست خود ما نشستیم. اینمی آدم باید که از سر وضو بگیره به خاطر که موالات قطع شد. و اینمی عمل وضو باید که پای در پای انجام شود. در وضو موالات فرض است. و بقراءة ارجلکم رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی عمل کرده علیکم السلام که پاهایش پت بود، یعنی پاهایش موزه می داشت و یا جورب می داشت. مثل که در حدیث مغیره بن شعبه می آید که ما در یکی از سفرها به همراه نبی صلی الله علیه و سلم بودم و نبی صلی الله علیه و سلم وضو می گرفت، ما آبی وضویش می انداختیم می ریختندیم. باز وقتی که به پاها رسید فانزعت لانزع خفيه فاهويت لانزع خفيه، ما خود پایین کردم به خاطر که موزه های پیغمبر اسلام بکشم. پیغمبر اسلام فرمود دعهما فانی ادخلتهما طاهرتين، اینها را بگذار به خاطر که ما ایرا داخل کردیم در پاهای خود در حالی که پاهای ما پاک بود، یعنی ما ایرا با وضو پوشیدیم با سر موزه های خود مسح کرد. با همین قسم در حدیث دیگه می فرماید مغیره بن شعبه توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على جوربيه ونعليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم وضو گرفت و به جرابهای خود و پیزارهای خود مسح کرد. این از این معلوم میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم به قرائت ارجلکم وقتی عمل کرده که پاهایش پت بوده و در صورتی که پاهایش برهنه بود به قرائت ارجلکم عمل کرده. یعنی اصلا ارجلکم و ارجلکم که دو قرائت است، ای به منزله دو آیت است که دو حکم مستقل افاده میکنه. قال ابو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم. و اینجا یک مسئله دیگه استنجا وقتی که حدیث ذکر میشه یا وقتی که در قرآن کریم مسئله وضو ذکر میشه مسئله استنجا ذکر نشده. از این معلوم میشه که استنجا جزء وضو نیست. استنجا اصلا یک عملی هست که از باب ازاله نجاست است. وقتی که انسان به قضای حاجت میره به خاطر ازاله نجاست انسان باید که نجاست ازاله بکنه به توسط سنگها یا به توسط کاغذ تشناب یا به توسط آب و نمی نجاست ازاله بکنه. زمانی که نجاست ازاله کرد اگر باز مثلا وضویش نقض میشه اما به قضای حاجت نمیره دوباره استنجا کردن سرش نیست. عمل وضو فقط از چی شروع میشه؟ از اینکه انسان تسمیه را بگوید بسم الله بخونه. در بعضی حدیث بسم الله آمده که لا وضوء لمن لم یذکر اسم الله، نیست وضو از کسی که نام الله را یاد نکنه. گرچه نمی حدیث طرقش زیاد است لیکن تمام طرقش ضعیف است. لا وضوء لمن لم یذکر اسم الله، نیست وضو از کسی که نام الله را یاد نکنه. تمام طرق از حدیث ضعیف است لیکن مجموعه طرق اینمی حدیث به درجه حسن میرسانه.
از این خاطر علما در مورد تسمیه پیش از وضو گرفتن اختلاف داره. کسی گفته که واجب است، کسی میگه که سنت است یا مستحب است. راجح نظری است که تسمیه گفتن پیش از وضو یک عمل مستحب است، به خاطر که احادیثش به درجه صحت نمیرسه، گرچه از طرق مختلف نقل شده، تمام طرقش ضعیف است. حد اقل استحباب افاده میکنه که بسم الله گفتن پیش از وضو مستحب است. یعنی وضو به بسم الله گفتن و نیت کردن بعد از شستن به شروع میشه، اما خود استنجا جزء وضو نیست. از این خاطر بعضی مردمایی که دین نمیفهمه وقتی که وضو میگیره، حتی در اکثر جاها یعنی خطر از وجود می داشته باشه که عورت انسان برهنه میشه، انسان عورت خود پود کردن نمیتونه. مردم فکر میکنه که استنجا به خاطر نماز حتما فرض است، از این خاطر خامخا استنجا میکنه. یک فکری نادرست است، برداشت غلط است از دین. استنجا جزء نماز نیست، جزء وضو نیست، بلکه استنجا یک عملی هست که به خاطر مثلا کسی لباسش چتل میشه و انسان فرض است که لباس خود پاک کنه، لباس خود پاک کنه، وضو خود بگیره، باز نماز بخونه. اگر وضو بگیره لباس انسان چتل باشه، با لباس چتل نماز نمیشه. و همین قسم اگر انسان به قضای حاجت بره وضو بگیره و استنجا نکنه، چون در بدنش نجاست است، به خاطر نجاست نمازش نمیشه. اما این معنی نیست که استنجا مربوط به وضو میشه. یعنی به خاطر نماز یکی از شرایط نماز است که نماز وقت خوانده میشه که انسان بدنش پاک باشه، لباسش پاک باشه، مکانی که دوجا انسان نماز میخونه اونم پاک باشه. پس وقتی که انسان لباس خود پاک کنه، باز دوباره وقتی که وضو میگیره مثل که با انسان دوباره شستن لباس نیست. با همین قسم وقتی که انسان به قضای حاجت میره، نجاست ازاله میکنه، استنجا میکنه، باز دفعه دیگه باز وضوش نقض میشه، به قضای حاجت نمیره، باز وضو میگیره، دوباره استنجا کردن سرش نیست، فقط وضو بگیره انسان. در آیت هم ذکر نشده و در حدیث وقتی که کیفیت وضو ذکر میشه، استنجا ذکر نمیشه. قال ابو عبد الله امام بخاری میگه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان فرض الوضوء مره و نبی صلی الله علیه و سلم بیان کرده که فرض وضو یک مرتبه است. اینمی شستن روی، شستن دستها، شستن پاها، مسح کردن سر فقط یک مرتبه فرض است و اضافه از یک مرتبه در درجه مستحب است. از یک مرتبه زیاد شستن، دو مرتبه تا 3 مرتبه سنت و مستحب است. از این خاطر اگر کسی یک مرتبه اندامهای وضو را بشویه وضوش میشه. و توضع ايضا مرتين و 3 و نبی صلی الله علیه و سلم دو مرتبه هم وضو گرفته و 3 مرتبه هم وضو گرفته. یعنی اندامهای وضو را 2 مرتبه هم شسته و 3 مرتبه هم شسته. ولم يزد على 3 و به 3 مرتبه زیاد نکرده. و کره اهل العلم الاسراف فيه و مکروه است اهل علم اسراف کردن در وضو را. در وضو اسراف از 3 دفعه زیاد شستن این علما مکروه معنی حرام دانسته. مکروه در اصطلاح متقدمین به معنی حرام استفاده میشه. بلکه در حدیث آمده که نبی صلی الله علیه و سلم وضو گرفت 3 مرتبه اندامهای خود شست و باز گفت که هذا وضوئی و وضوء الانبیاء قبلی فمن زاد على ذلك فقد اساء و تعدى و ظلم. باز گفت که نبی وضوی ماست و وضو گرفتن پیغمبران گذشته است. فمن زاد على ذلك کسی که از اضافه میکنه، یعنی 3 مرتبه اضافه میکنه، اندامهای خود زیاد میشویه، فقد اساء و تعدى و ظلم، گناهگار شد و تجاوز کرد و ظلم کرد. این انسان کسی که از بیشتر چی میکنه. این از معلوم میشه که از 3 مرتبه زیاد شستن د کمیت شستن و همچنان د اندازه‌ای که الله و رسول به خاطر وضو تعیین کرده. درباره دستها الله گفته که الی المرافق، درباره پاها گفته که الی الکعبین تا رجلکها. اگر انسان از بیشتر تجاوز میکنه اینمی دین نیست، اضافه د دین است که انسان د دین اضافه میکنه. باب لا تقبل صلاة بغیر طهور، باب است در مورد ازی که قبول نمیشه نماز، صلاة هیچ نماز، بغیر طهور بغیر از طهارت گرفتن.
صلاة نكره هست قانون اس وقتی که نکره در سیاق نفی واقع میشه عموم افاده میکنه، یعنی هیچ نماز بدون طهارت قبول نمیشه، چی نماز فرض باشه و چی نماز نفل باشه بدون طهارت قبول نمیشه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. أبو هريرة میگه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده لا تقبل صلاة من، قبول نمیشه نماز کسی که احدث که به وضو میشه حتی يتوضأ، تا این که وضو بگیره. یعنی از این معلوم میشه که کسی که به وضو میشه به خاطر نماز خواندن از وضو گرفتن شرط است. قال رجل من حضرموت، گفت یک شخص از حضرموت. حضرموت نام یک جای است در یمن. ما الحدث یا ابا هریره، ای ابو هریره حدث چی را گفته میشه؟ یعنی انسان چی قسم به وضو میشه؟ قال فصاء او درات. ابو هریره گفت که حدث عبارت است از خروج باد خارج شود از انسان، یا بدون آواز یا به همراه آواز. بدون آواز فصاء میگه و به همراه آواز درات میگه. اینجا که ابو هریره حدث با فصاء و بزرات تفسیر کرده، اینجا هدف حصر اختصاص نیست که فقط اینمی دو چیز انسان به وضو میشه و دیگه چیزا نواقض وضو نیست. وقتی که با خارج شدن باد انسان به وضو میشه، با خارج شدن بول و غایط قضای حاجت خورد و کلام به طریقه اولا انسان به وضو میشه و دیگه نواقض وضو در حدیث ذکر میشه. اینجا ابو هریره تفسیر حدث به طریقه تمثیل کرده، یک مثال حدث ذکر کرده. مثلا یک کسی عرب بگویه که خبز نان میگه، یک کسی عجمی باشه بگویه که ما خبز نمیشناسم خبز چیست، یک قسم نان برش پیش کنه که نمیره خبز میگه. این به ایمان نیست که فقط اینمی نان خبز میگه و دیگه نانها را خبز گفته نمیشه. اینجا هم این تفسیر به طریقه تمثیل است، اگر نه اقسام حدث در حدیث زیاد ذکر میشه ان شاء الله که پسند ذکر میشه. و از این حدیث معلوم میشه که بخاطر صحت نماز وضو شرط است، بدون وضو گرفتن نماز نمیشه. و وضو گرفتن وقت شرط است که من احدث، کسی که به وضو میشه. اگر انسان وضوی قبلی داشته باشه به خاطر نماز جدیدی که میخوانه وضو گرفتن شرط نیست. و از این معلوم میشه که بدون وضو نماز خواندن گناه است. حتی بعضی علما گفته که اگر کسی بدون وضو نماز قصدن میخوانه کافر میشه، اما جمهور به این نظر هستند کافر خو نمیشه. اگر کسی نمی کاره به طریقه تلاعب میکنه، به طریقه تمسخر میکنه، خو کافر میشه. و شعائر الله تعالی اگر کسی تمسخر میکنه کافر میشه. اما اگر کسی به طریقه تلاعب کار نمیکنه، به طریقه استهزاء نمیکنه، مرتکب گناه کبیره میشه. همچنان اگر کسی وضویش در مابین نماز نقض میشه، ادامه دادن نماز هم گناه است. مثل که ابتدای نماز بدون وضو گناه است، به نماز ادامه دادن هم گناه است. و اگر امام باشه، امام باید که خلیفه را بگیره، کسی را به عضو خود جانشین خود بگیره و را پیش کنه، برای وضوی خود بگیره. و اگر منفرد باشه، مقتدی باشه، هم برای وضوی خود از سر بگیره. باز در این مورد اختلاف است که آیا کسی که در مابین نماز وضویش نقض میشه، آیا نماز خود از امو تا جایی که خوانده از امو جای ادامه بیته یا سر بخونه. در این مورد یک حدیث است که عایشه رضی الله عنها روایت میکنه: من اصابه رعاف او قیء او خلس او مزی وهو في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. از کسی که بینیش خون میشه یا استفراغ میکنه یا ای که مزی خارج میشه ازو و در نماز باشه، نماز خود قطع کنه، وضو را از سر بگیره، وليبني على صلاته، به نماز گذشته خود بنا بکنه تا جایی که نماز خود خوانده بود از اونجا نماز خود ادامه بده. خب به شرطی که وهو فی ذلک لا یتکلم، که سخن نگفته باشه. نظر به این حدیث بعضی علما گفته که به نماز گذشته خود بنا بکنه. و دیگه حدیث است که حدیث علی بن طلق یا طلق بن علی روایت میکنه که کسی که در مابین نماز وضوش نقض میشه فلینصرف ولیتوضا ولیعید الصلاه، نماز خود قطع کنه
و وضو بگیره ولیعد الصلاة و نماز خود اعاده بکنه. هر دو حدیث سندش ضعیف است، لیکن راجح نظری معلوم میشه که انسان وقتی که در مابین نماز وضوش نقض میشه، انسان باید که نماز خود از سر بخونه. این قول احمد است، به خاطر که حدیثی که درباره بنا آمده که به نماز خود بنا بکنه، به نماز قبلی خود حدیث ضعیف است. از این خاطر باید که نماز خود از سر بخونه. و اگر امام باشه، ما پیشتر گفتم که کسی را به عوض خود نایب خود بگیره و را پیش کنه. و اگر کسی امام باشه و نماز میته، بعد از ختم نماز برش معلوم میشه که من خب وضو بودم و نماز دادم، در این صورت تنها سر خودش اعاده نماز است و سر مقتدا اعاده نماز نیست. به خاطر که بهقی از عمر بن خطاب روایت کرده که عمر بن خطاب رضی الله عنه در مقام جرف با مردم جماعت داد، در نماز صبح جماعت برشان داد. بعد از نماز در لباسهای خود آثار احتلام مشاهده کرد. بعد عمر بن خطاب رضی الله عنه به کسی امر نکرد که شما نمازهای تن اعاده کنین، تنها خودش نماز خود اعاده کرد و دیگران را امر نکرد که نمازهایشان اعاده بکنه. و پیشتر ما گفتم که لا تقبل صلاتون، این شامل تمام نمازها میشه، حتی نماز جنازه هم بنا به قول راجح به خاطر صحت نماز جنازه وضو شرط است، به خاطر که در حدیث به جنازه نماز گفته شده، به حدیث در جنازه نماز گفته شده. اما به خاطر سجده تلاوت یا به خاطر سجده شکر، به خاطر سجده تلاوت و به خاطر سجده شکر بنا به قول راجح وضو گرفتن شرط نیست، به خاطر که سجده تلاوت یا سجده شکر نماز نیست. از عبدالله بن عمر نقل شده که عبدالله بن عمر وقتی که آیت سجده را میخواند بدون وضو سجده را میکرد، بنا به قول راجح به خاطر سجده تلاوت و به خاطر سجده شکر وضو گرفتن شرط نیست. باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. باب است در بیان فضیلت وضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء، و باب است در مورد از اینکه امت در روز قیامت رویهایشان سفید می باشه، المحجلون اندامهای وضویشان سفید می باشه، من آثار الوضوء به خاطر آثار وضو گرفتن. یکی از فضایل وضو اینمی است که اینمی امت در روز قیامت به خاطر که وضو میگیره، از خاطر وضو گرفتن رویهایشان جلایش میکنه، میتابه، اندامهای وضویشان جلایش میکنه، میتابه. و در حدیث درباره فضیلت وضو خیلی زیاد حدیث آمده. یکی از فضایل وضو است که رسول الله گفته که لا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، به وضو محافظت نمیکنه مگر کسی که مؤمن باشه. این علامه شناخت مؤمن است که مؤمن همیشه به وضو میگرده. و دیگه از فضیلت وضو است که انسان وقتی که وضو میگیره، اذا خرج الوضوء خرجت خطاياه، زمانی که انسان وضو میگیره گناههای انسان بیرون میشه، حتی تخرج من تحت اظفاره، تا این که از زیر ناخنهای انسان گناههای انسان بیرون میشه، میریزه. وضو سبب کفاره گناههای انسان میگرده. و دیگه در حدیث آمده که حدیث عثمان بن عفان است و روایت میکنه که او وضو گرفت، عملا وضو را انجام داد. باز گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم به مانند وضوی ما وضو گرفت. و باز گفت که من توضأ نحو وضوی هذا، کسی که وضو میگیره به مثل وضو گرفتن ما که ما کردیم این قسم وضو میگیره، باز 2 رکعت نماز بخونه، اتر نمازی که دو تمام توجهش به طرف الله باشه، دو خیالات و تصورات دیگه نباشه، غفر له ما تقدم من ذنبه، الله عز وجل گناههای گذشتهش برش مغفرت میکنه. دیجا دی حدیث این فضیلت وضو را ذکر میکنه که وضو سبب نور میگرده در روز قیامت، به خاطر به توسط وضو کسانی که وضو گرفته باشه اندامهایشان نور میکنه، نور میداشته باشه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد. نعيم مجمر تابعيس أميغا رقيت رقيت سك رقيت أزرقيا يرقى بمعنى بالا شدن. رقيت فلانا يعني فلاني لما دم كردم، ده عربي اترك لساني هسكي بتغيير باب معناه تغيير میکنه. مثلا یکی لبس یلبس،
لبس من پوشید، لبست الملابس، ما لباس ها را پوشیدم. لبس اکی لبس یلبسو، لبس من قدوت شد. الله در قرآن کریم میفرماید ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، و تغییر باب معنا تغییر میکنه. رقیت به معنای بالا شدم. رقیت معنا دم کردم فلانی را. رقیت مع ابي هريره رضي الله عنه على ظهر المسجد، ما بالا شدم به همراه ابو هريره رضي الله عنه على ظهر المسجد، با بام مسجد. ابو هريره وضو گرفت، فتوضا، پس ابو هريره وضو گرفت. فقال فرمود إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ما شنیدم از نبی صلی الله علیه و سلم که می فرمود إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، یقینا امتی ما يدعون يوم القيامة. امت دو قسم است، یک امت اجابت است، یک امت دعوت است. امت اجابت کسانی که دعوت رسول الله را قبول کرده باشه، این مراد اینمی امت است. یک امت دعوت است، کسانی را که پیغمبر دعوت میکنه که کافر باشه اونها را امت گفته میشه. مثل که در حدیث آمده والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. قسم از به ذاتی که نفس ما در دست ازوست. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، نمیشنوه دعوت ما را هیچ کسی از امت، یهودی او نصرانی، چی یهودی باشه و چی نصرانی باشه، که باز ایمان نمیاره به آنچه که ما روان شدیم، الا کان من اهل النار، مگر می باشه از جمله دوزخی ها. اوجا مراد از امت دعوت است، و ایجا مراد از امت اجابت است. ان امتی ما، یعنی کسانی که دعوت ما را قبول کرده، یدعون یوم القیامت، دعوت کرده میشن در روز قیامت، غرا محجلین، در حالی که اونها رویهایشان سفید می باشه، جلایش میکنه. محجلین اندامهایشان سفید می باشه. غرا اصلا جمع اغر است، اغر از غره گرفته شده. غره اونمی سفیدی را گفته میشه، کدام سفیدی که در پیشانی اسب باشه او را غره میگه. اغر اونمی اسب گفته میشه، کدام اسبی که پیشانیش سفید باشه. غر جمع اغر است، اسبهایی که پیشانیهایش سفید باشه. محجلین از تحجیل گرفته شده. تحجیل اونمی اسب، تحجیل اونمی سفیدی که در پاهای اسب می باشه. محجل اونمی اسبی که پایش سفید می باشه. محجلین جمعش است. ایجا مراد از غرن که رویهایشان سفید می باشه. مراد از محجلین اندامهای وضویشان سفید می باشه. من آثار الوضوء، بخاطر آثار وضو گرفتن. در دیگر روایت آمده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک روز در بقیع برآمده بود. باز گفت که یا لیتنا رأینا اخواننا، ای کاش که ما برادران خود می دیدیم. بس صحابه گفتن که اولسنا اخوانک یا رسول الله، ای ما برادران شما نیستیم یا رسول الله. بس پیغمبر اسلام فرمود که انتم اصحابی و اخوان الذین لم یأتوا بعد، شما برادرای ما هستین، شما اصحاب ما هستین، برادرای ما کسانی هستن که تابع علی به وجود نامدن. بس صحابه پرسان کردن که یا رسول الله کیف تعرف من امتك من لم یأت بعد، چگونه از امت خود کسایی را میشناسی که تابع علی به وجود نامدن؟ رسول الله گفت که ارأیتم لو کان رجل له خیل بهم دهم ما بین و فيها خیل محجله الا يعرف خیله من غیرها. شما چی فکر میکنین؟ یک کسی باشه له خیل غر محجله، که برای ازو باشه اسبهایی که پیشانیهایش سفید باشه و پاهایش سفید می باشه. ما بین ظهرانی خیل بهم دهم، در ما بین اسبهایی که خالص سیاه باشه. الم یکن یعرفها، آیا اسبهای خود نمیشناسه؟ صحابه گفتن که بله میشناسه. باز پیغمبر اسلام فرمود که فإن امتی یأتون یوم القیامة یا یدعون یوم القیامة غرا محجلین من اثر الوضوء، امتی من در روز قیامت می آین و دعوت کرده میشن در حالی که پیشانیهایشان سفید می باشه، رویهایشان سفید می باشه و اندامهایشان سفید می باشه. از این خاطر در بین دیگه انسانها ما اونها را میشناسیم. باز در اینجا ابو هریره میگه فمن استطاع منکم،
أن يطيل غرته فليفعل. پس کسی که میتونه از شما أن يطيل غرته که دراز کنه غرته سفیدی خدا فليفعل اکار بکنه. از این جمله امام بخاری رحمت الله علیه حدیث بخاطر ازی آورده بود که وضو گرفتن یک عملی هست که سبب کسب نور میگرده که به انسان در روز قیامت یک نور الله میته، رویشم سفید میباشه، اندامهایشان هم سفید میباشه. این حدیث بخاطر ازی آورده بود. لیکن در آخر از حدیث اینمی جمله که فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل. کسی که از شما میتونه که اینمی سفیدی خود زیاد کنه این کار بکنه. چه قسم زیاد کنه؟ دست خود زیاد بشویه، پای خود از بجلک بالاتر بشویه بخاطر که سفیدیش زیاد شوه. این قول ابو هریره است، این قول رسول الله نیست. این استنباط و اجتهاد خود ابو هریره است. از این خاطر در این موضوع اختلاف است که آیا دست خود بالاتر از مرفق و از آرنج شستن درست است یا نیست، مستحب است یا نیست. بعض علما نظر بینمی جمله که فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، نظر به جمله گفته که مستحب است، بهتر است. همچنان پای خود بالاتر از بجلک شستن مستحب است بخاطر که سفیدی زیاد شوه. لیکن نظر راجح است که اینمی کار درست نیست. پیشتر ما حدیث گفتم که رسول الله گفته که فمن زاد على ذلك فقد اساء و تعدى و ظلم. کسی که از اضافه میکنه زیادت میکنه فقد اساء گناهگار شد و تعدى و ظلم و تجاوز کرد و ظلم کرد. اینمی اضافه کردن دو شکل داره. یکی تعداد شستن آدم زیاد کنه. رسول الله فقط 30 مرتبه اندامهای خود شسته، یا کسی از زیاد بیشتر بشویه، این هم ظلم است. دیگه در کمیتی که الله و رسول تعیین کرده بخاطر دست الى المرافقه گفته تا رنجها، بخاطر پاها گفته که الى الكعبین تا بجلکها. اگر کسی از اضافه میکنه اینمی درست نیست. اجتهاد خود صحابی است. از این خاطر در مسلم روایت است که یک دفعه ابو هریره وضو گرفت حتی که تا اینمی قسمت خود دست خود، یعنی تقریبا تا بغل قول خود تا قول تقریبا دست خود شست، پای خود شست و ساق خودم کده شست. بعض کسی او را دید، بعضو پرسان کرد که ما هذا یا ابو هریره، این چه قسم موضوع که تو کردی یا ابو هریره؟ ابو هریره گفت که اگر ما میفهمیدیم لو علمت انك ها هنا ما فعلت، اگر ما میفهمیدیم که تو اجازتی ما این کار نمیکردیم. یعنی ابو هریره وقتی که حضور میگرفت ایرا در محضر عام مردم نمیگرفت، یگان وقت پیش خود این قسم موضوع میکرد. این نظر شخصی خودش بود، اجتهاد خودش بود. اجتهاد خود ابو هریره خطا شده. دست خود از مرفق بالاتر شستن و پای خود از بجلک بالاتر شستن این درست نیست. أيا دارها أيا دارها حييت دار